صلح و امنیت افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث هست اینجا در نشست وزیران دفاع ناتو و شریکانشان. ناتو پیشاپیش گفته که از تلاش‌های صلح به رهبری ایالات متحده در افغانستان قویاً حمایت میکنه. اینکه این نشست در چه حد مهم است برای افغانستان بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، موضوع را بازتر میکنیم. اینجا ما در کنارم ولی آریا، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای آریا بسیار زیاد خوش آمدین به رادیو آزادی. شما در جریان هستین که ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت بیش از هر وقت دیگر به رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان نزدیکتر شدند، اما نگفت چگونه و چطور. این در حال است که خبر از کشته شدن 2 سرباز امریکایی در شرق افغانستان در یک کمین طالبان میرسه. با این حال شما چشمانداز گفتگوهای صلح، مخصوصاً دور جدید گفتگوهای صلح بین سفیر خلیلزاد و نمایندگان ارشد طالبان در دوحه قطر را چطور ارزیابی میکنین؟ خب طبیعتاً در مقایسه با گذشته، در مقایسه با تلاش‌های گذشته، فعلاً امیدواری تا اندازه بیشتر است. علتش هم این است که مذاکره مستقیم بین طالبان و امریکا بدون ممانعت کلان یا مانع کلان شروع شده. در گذشته تلاش‌های بود هر بار با مانع ایجاد می‌شد. مانع اصلی در گذشته ای بود که خب حکومت افغانستان اصرار داشت که باید صلح و مصالحه و مذاکره مالکیت افغانی داشته باشه که موضوع به جای هم بود، ولی خب طالبان متاسفانه مثل که حالا مشروعیت دولت را نمیپذیرند، در اون زمان هم نمیپذیرفتن و با مانع ایجاد میشد. ولی خب فعلا چون آقای ترامپ جدی تصمیم گرفته که به هر حال به هر نحوی که شده باید این مصالحه و مذاکرات پیش بره و این پروسه شروع شده و از همین جهت امیدواری هم بیشتر شده. ولی خب همچنان به طور بالقوه ما موانع را داریم. باید در هر 4 موردی که ایالات متحده اشاره کرده باید توافق صورت بگیره. اگر در یک از 4 موارد توافق صورت نگیره، به این معنی است که در 3 مورد دیگه هم توافق بی معنا خواهد بود. یکی از موارد تضمین از جانب طالبان در کار مبارزه با تروریسم هست. هر گونه وعده طالبان در مورد دادن چنین تضمین چقدر میتونه قابل نظارت و قابل اعتماد باشه؟ یک سوال بسیار مهم است. اولا یک سوء تفاهمی که شده، که برداشت غلطی که صورت گرفته توسط رسانه ها و توسط خیلی از مردم است که خب قرار است افغانستان تحویل داده باشه به طالبان و طالبان قرار است تضمین کنن که در سرتاسر افغانستان اینا کوشش میکنن تضمین میکنن که تمام خاک افغانستان مورد استفاده گروهای تروریستی قرار نگیرد، در صورتی که چون نیست. مذاکره با طالبان به این شکل است که در مناطقی که تحت کنترل طالبان است اونا تضمین کنن که در مناطق تحت کنترلشان گروه های تروریستی دیگه اینا حضور نداشته باشند. و خب خود این هم به هر حال طبیعتاً مستلزم است که یک سلسله مکانیزم های وجود داشته باشه برای حصول اطمینان از اینکه این تعهدات که اومدن اجرا بشه. طبیعتاً وقتی که به مراحل اجرایی برسه و خود فعلا ما در مرحله گفتگوستیم برای مصالحه، در واقع گفتگو برای مذاکره، یعنی خود مذاکرات اصلی صلح هم در حقیقت ما میتونیم بگیم شروع نشده و وقتی که طبیعتا موافقت نامه امضا بشه باید مکانیزم های بین المللی وجود داشته باشه. میتونه به عنوان مثال سهمگیری و حضور کشورهای اسلامی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی باشه، میتونه نقش سازمان ملل باشه یا کشورهای عمده منطقه‌ای باشه که خود طالبان هم به اشاره کردن، البته مانند روسیه و چین و کشورهای عمده دیگر. یکی از مسائل دیگر نقش بازیگران منطقه‌ای است و اینجا مقامات ناتو میگویند که مثلا پاکستان از نفوذ مهم برخوردار است. پاکستان چه نقشی را میتونه بازی بکنه در روند صلح افغانستان؟ پاکستان طبیعتاً به عنوان یک از حامیان اصلی طالبان و حامیان سنتی طالبان میتونه نقش بسیار موثر داشته باشه و در این اواخر هم ما شاهد بعض تغییرات در رویکرد
پاکستان بودیم. خب سوالی است که آیا این تغییرات ماهیت تاکتیکی داره یا ماهیت استراتژیک داره؟ از نقطه نظر من این ماهیت تاکتیکی داره. به نظر من پاکستانی ها همچنان بر او موضوع عمق استراتژیکشان باور دارن، ولی فعلا به این نتیجه رسیدن که خب حالا که آقای ترامپ و ائتلاف ناتو اینا میخوان که از افغانستان برآیند، پس ما هم تسریع کنیم این روند رو تسهیل کنیم تا زودتر برآیند و زودتر افغانستان در واقع بخشی از حوزه نفوذ ما قرار بگیره. اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که روز دوشنبه اینجا در بروکسل هم بود، در پنجاب در کنفرانس در مورد افغانستان گفت که در پاکستان کس دنبال عمق استراتژیک در افغانستان نیست و او گفت که باید بین کابل و اسلام آباد اعتماد سازی شود. آیا این حرف‌های این دیپلمات ارشد در واقع منعکس کننده دیدگاه نظامیان پاکستانی هم است؟ به احتمال خیلی زیاد نیست. احتمالاً شاید حرف آقای قریشی تا اندازه هم صادقانه بوده باشه. ما در گذشته مثال‌های دیگه هم داشتیم که ملکی های پاکستان، رهبران سیاسی ملکی پاکستان خواستن به عنوان مثال در دوران آقای نواز شریف که اینا به نحو همکاری بکنن، یا مثلا خود خانم بوتو در زمانی که در قدرت بود ما می‌دیدیم که بسیار تفاوت دیدگاه وجود داره بین موضوعگیرای خودش و نظامی های پاکستان. ولی بسیار بعید به نظر میاد که واقعا رهبران نظامی و استخباراتی پاکستان به نتیجه رسیده باشند که افغانستان دیگر ماهیت عمق استراتژیک نداشته باشه برای پاکستان، چون از نظر جغرافیایی اگر نگاه بکنیم، از نظر رقابت‌های ژئوپلیتیک استراتژیکی که بین هند و پاکستان وجود داره اگر نگاه بکنیم و ابزار قدرت ملی که در دسترس نظام پاکستان است، ما اگر نگاه بکنیم بسیار مفهوم است از نقطه نظر ریالیستیکی با مفهوم است که افغانستان به هر حال از دیدگاه پاکستان البته بخش از حوزه نفوذ آنها باشه، ولی در صورت میتونه نباشه که افغانستان واقعا از نقطه نظر ریال پلیتیک به مرحله برسه و توانمندی های ابزار قدرت ملی رو داشته باشه که از این مسئله جلوگیری بکنه. در غیر صورت یک چیز بسیار یعنی طبیعی است از نقطه نظر ریالیسم در رابطه بین الملل که پاکستان چون دیدگاه داشته باشه، نظامی های پاکستان چون دیدگاه داشته باشن. لحن و لفظ مقام های امریکایی، افغان و پاکستانی اما ظاهراً در حال تغییر است. اما همونطور که شما هم اشاره کردین، طالبان همچنین بر موقفشان تاکید میکنن، خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، مثلا صحبت نکردن با حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی و اینها. سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد این بار چقدر میتونه متفاوت باشه نسبت به گذشته؟ آیا میتونه پیام آور صلح باشه سرانجام؟ من فکر نکنم به طور چشمگیری چنین باشه. طبیعتاً از نظر سمبولیک شاید با یک نوع دستاوردهای بر بگرده آقای غنی بر اساس همون تغییرات تاکتیکی که در روی کرد و در موضوعگیری‌های پاکستانی آمده. بله، ولی خب این که در عمل چی میشه، در واقعیت چی میشه، این موضوعی است که باز خودت گذشت زمان پاسخ خواهد داد. ولی نکته که بسیار مهم است در اینجا است که این برداشت غلطه که فعلا ایجاد شده بین مردم که طالبان در موقع بسیار قوی قرار دارند، در موضع بسیار قوی قرار دارند و دولت و نیروهای بین المللی در موضع ضعیف که این مبتنی بر واقعیت زیاد نیست، این باید از بین بره. به این معنی که واقعیت‌های روی زمین چیز دیگر رو نشان میده. شما اگر با ژنرال‌های اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان صحبت بکنید، میگن که تعداد حملات بر مواضع طالبان، همچنین تعداد حملات نیروهای ائتلاف بر مواضع طالبان در یک یا دو سال گذشته بین 10 تا 15 برابر افزایش داشته. ولی آیا این افزایش که منتج به تلفات چندین برابر طالبان هم شده در این ماهای گذشته، آیا انعکاس داده میشه بین افکار عمومی از طریق رسانه‌ها؟ نه خیر. و یک مشکل است که این باید در واقع تغییر ایجاد بشه تا ای که از نظر روانی در افکار عمومی هم دولت و نیروهای ائتلاف و جامعه جهانی در تعامل با طالبان، در مذاکره با طالبان در موضعی قرار بگیرن که باید قرار داشته باشن. و نکته دوم موضوع یک نوع ایجاد اجماع در بین نیروهای سیاسی است در ارتباط با مذاکره با طالبان. فعلا متاسفانه بعضی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون رسمی دولت افغانستان به خاطر به هر حال پالیسی‌های غلطی که خود دولت هم داشته، ما به هیچ عنوان البته از دولت در اینجا حمایت نمی‌کنم، اون یک فرد مستقل
اینا حتی مسابقه دارن، حتی با خود دولت هم با اینا مسابقه داره، با این که برن با طالبان نزدیکتر بشن و سلفی بگیرن و این یک چیزی است که بیشتر در واقع اینا رو در موضع ضعیفتر قرار داده. تصویر بیرونی است که اینا از روی تضرع، از روی بیچارگی و استیصال تعامل میکنن با طالبان، در صورتی که واقعیت های روی زمین اگر نگاه بکنیم میتونه موضوع بسیار متفاوت باشه.